سلام 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 سلام. خیلی خوشحالم که داری این فایل رو گوش میکنی و این فرصت رو به من دادی تا باهات صحبت کنم و این فرصت رو به خودت دادی که تا کمی مکث کنی. ما برای این تمرین، برای این فایل نیاز به یه آینه داریم. میتونید از سلفی گوشیت به حالتی استفاده کنی که انگار آینه است و خودت رو توش میبینی. اگر از پک ما استفاده کرده باشی که ما آینه رو توی پک قرار داریم، ولی یا یک آینه یا سلفی گوشیت رو روشن کن و به خودت نگاه کن، به تصویر خودت که قشنگترین تصویر دنیاست برای تو. بهتر آینه یا گوشی موبایل رو جلوت جایی حالت ثابت قرار بدی که دستات درگیر نباشه. ارتفاعش هم به گونه‌ای باشه که همزمانی که به آینه یا گوشی داری نگاه میکنی به بدنت فشاری وارد نشه. توی حالت آرومی روی صندلی یا مبل بشین یا هر جایی که هستی و میتونی بشینی و به تصویر خودت نگاه کن و در ادامه به هر آنچه که گفته میشه در این فایل یه جوری گوش کن انگار از زبان تو داره به تصویر توی آینه گفته میشه. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غمگسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیز شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غمگسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو با رخ چون بهار چونی بی من. عزیز جانم سلام، عزیز جانم سلام. میان آغوش‌های ناامن دنبال امنیت میگردی. دنبال چی میگردی؟ دنبال امنیت. میشه خواهش کنم یه لحظه فقط اینجا باشی؟ یکم مکث کن، خودت رو در آغوش بکش، خودت رو در آغوش بکش تا زمین آهسته تر بچرخه، تا سرگیجت کمتر شه. شاید دیگه نیازی نباشه خودت رو به آغوش کسی بسپاری. روک بگم بهت، تو هیچ وقت منتظر خودت نبودی. تا خودت رو در آغوش نکشی آغوش کسی نیز برای تو امن نخواهد شد. کمی بایست، خودت رو در آغوش بکش، یه نفس عمیق بکش و دلتنگی های خودت رو برای خودت به باد بسپار. ای کاش میتونستم بگم با من چه میکنی؟ تو جانی در جانم می آفرینی. تو تنها سببی هستی که به خاطر اون روزهای بیشتر، شبهای بیشتر و سهم بیشتری از زندگی میخوام. تو به من اطمینان میدی که فردایی هم هست. من قبول دارم که روزهای زیادی بهت سخت گرفتم، روزهای زیادی ازت توقع داشتم که کاری بیشتر از توان جسمی و روحی خودت انجام بدی. منو بابت تمام این سخت گرفتنها ببخش. خب میدونی چیه؟ میدونی خیلی سخت بود، خیلی سخت گذشت، هنوزم داره سخت میگذره.
ولی تو خیلی قوی بودی. تو توانی گذر از همه سختی ها رو داری و در ادامه هم داری. میدونی چیه عزیزم؟ اصلا زندگی بدون رنج نمیشه که. سختی و رنج قسمتی از زندگیه. مهم اینه که من با تو میتونم راهی برای گذر از این رنج ها پیدا کنم. روزهای زیادی رنج کشیدی و بابت اون نه مدال گرفتی نه کسی برات دست زد، ولی تو از نظر من یه قهرمان بی صدایی، قهرمان اون لحظه هایی که هیچ کس نفهمید چقدر بهت سخت گذشت. قهرمان شبهایی هستی که به سختی خوابیدی و صبحش پاپس نکشیدی و استوار ادامه دادی. تو همین خودتو برای خودت یک قهرمانی، حتی اگه هیچ کسی نفهمه. روزهای خیلی زیادی بهت سخت گرفتم که سختی ها رو فراموش کنی. خیلی روزها از خوشی های ساده محرومت کردم تا از فکر کردم به رنج ها فرار کنیم، ولی الان فهمیدم که شفا در فراموش کردن رنج ها و فرار از سختی ها نیست. شفا زمانی حاصل میشه که ما خاطرات و دردامون رو بدون اینکه احساس درد کنیم یادآوری کنیم. شفا در فراموشی نیست، بلکه در یادآوری بدون احساس درده. بهت قول میدم از این به بعد از رنج‌ها فرار نکنیم و رنج‌ها و سختی‌هامون رو قبول کنیم و بعد بشینیم برای گذر ازش یه راهی پیدا کنیم. خلاصه که نمیدونم چی میخوام بگم. به قولی غمی در استخوانم میگدازد، اما هنوز صبر من به قامت بلند آرزوست. ببین، ذهن تو، روان تو، شخصیت تو قلمروی توه. هر قلمرویی هم یه حاکمی باید داشته باشه طبیعتا. حاکمی خردمند که بلده چگونه تعادل و صلح رو حکم فرما کنه. شاید بگه اگه قلمروی من حاکم نداشته باشه چی میشه؟ اسیر تکرار میشی. شاید 80 سال عمر کنی، اما انتخابهای محدود و اتفاقهای تکراری زیادی رو تجربه خواهی کرد. چطوری میتونی حاکم قلمروی ذهن خودت باشی؟ اول از همه باید قبول کنی که تار و پود دنیا با درد و غم و شادی و خوشحالی درآمیخته. نمیشه شادی دنیا رو دوست داشته باشی ولی از غمش فرار کنی. اصلا تصور دنیا بدون درد و مرارت، بدون مشقت و سختی، اصلا تصوری تخیلیه که همیشه منجر به غم و ناامیدی میشه. برای ما توی دنیا دو انتخاب بیشتر نیست: پذیرش حقیقت و تجربه درد و تحمل هزینه آن، یا تن دادن به دروغ‌ها و فرار از روبرو شدن با غم‌ها و تکرار هر روزه رنج‌های تکراری و روزمره. تویی و انتخاب. حاکم تویی، داروغ تویی، قاضی تویی، وکیل تویی، دادستانم تویی. تصمیم بگیر به عنوان یک حاکم خردمند میخوای واقعیت رو ببینی یا با یه دنیای ساختگی خوشی‌های لحظه‌ای رو ترجیح میدی؟ تصمیم بگیر. تصمیم با توه. تو همیشه به انتهای هر اتفاقی بیشتر از ابتداش فکر کردی. نه که انتها مهم نباشه، خیلی هم مهمه، اما توجه بیش از حد به انتها باعث شده که خیلی وقتها اصلا کاری رو شروع نکنی. مسیر رسیدن به یه هدف رو باید شناخت. وقتی از مسیرش بری انتهاش حتما خوبه. گاهی نباید مسیر رو پیدا کنیم، بلکه باید مسیر رو بسازیم و این نیاز داره که ما راه بیافتیم. لازمه که راه بیافتیم تا مسیر رو بسازیم. اینجوری میشه که دیگه در جا نمیزنیم. ما باید مسیر رو بسازیم. مسیر رو دیگران به ما نشان نمیدن، دیگران به ما وفادار نیستن. هر کی میخواد باشه، پدر، مادر، برادر، خواهر، دوست، همسر، تا اندازه‌ای به ما وفادارن. به ما وفادار نیستن. آدم‌ها به نیازهاشون وفادارن. اگر به ما نیاز داشته باشن هستن و اگر نداشته باشن نیستن و این قانون دنیاه. تو هم از این قاعده جدا نیستی. پس بیا رشد کنیم شاخه به شاخه و به جایی برسیم
که خودمون سایه سار خودمون باشیم. ممکنه تا حالا نردبانمون رو روی یه دیوار اشتباهی تکیه داده بوده باشیم، ولی از الان به بعد نردبانمون رو روی دیوار دلمون میذاریم و بالا میریم. به قولی سعی کن عاشق قدم‌های خودت باشی وقتی از جایی که متعلق به تو نیست داری دور میشی. همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو، گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم، بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو. نیما یوشیچ حرف قشنگی گفته. به قول من همه داستان رو گفته. میگه چایت را بنوش، نگران فردا نباش، از گندمزار من و تو مشتی کاه باقی خواهد ماند برای باد. آدم هایی که بهت بدی کردن رو ببخش، نه برای اینکه لایق بخششن، برای اینکه تو لایق آرامشی. پدر و مادرت اگه در کودکی چیزی بهت گفتن یا طوری رفتار کردن که تو آسیب دیدی، ببخششون، تقصیری ندارن. شاید اونا هم قربانی ناآگاهی والدینشون بودن. خلاصه بهت بگم که تو رو دوست دارم مانند هر چیز با ارزش و پنهانی که باید مخفیانه دوست داشت. تو رو دوست دارم بی آنکه بدونم چگونه، از کی و از کجا دوست دارم. بی هیچ پیچیدگی، بی هیچ غروری دوست دارم، چون راه دیگه ای نمیدونم، چون میدونم نخواهم بود اگر تو نباشی. اگر جنگجوی درونت به جایی امن برسه، به مکانی امن، به آدمی امن و به زمانی امن، از کسایی که در سختی ها ریشه های تو رو به امید گره میزنن محافظت کن. مخلص کلام، به قول سهراب، کسی نیست بیا زندگی را بدزدیم، آنگاه میان دو دیدار قسمت کنیم. بنشین لحظی رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا.